من نمیفهمم شما ویدیو رو دیدین رفعت جمشید مثال ده من حیران میشم بعضی کارا ده آخه رفتی خونه خدا زمین مقدس مکه مکتولو زیارت کردی خستی اومدی با ویدیو سیونکت میکنن خیلی جای پناهی ده خیلی در سایت خود ممکن نه پارتای چیزا رو نیست نه که خیلی بجایی بو میبروی آخه این همی چه خودش کی مثال بو بین این قدر مردک ها ده مثال یکمش اسلام پس میزنی خودت به کار دیمش آبروی ملت تاجیک بنا میخدو ده این چیه خودش آخه این مردکی بو پول پارت است سبحان الله تو برام پول در بالای ینگا پارت آخه کودک داری فرزند داری مادر داری پدر داری به خدا قسم من برای مثال پس زنی تو نگفتم برای او گفتم که شما بفهمین همین کارا رو نکنین در سیمه خود در از خودش که اویله خود در فرزندا در بنا میخواد با برکت میوی این چی میوی در سر کی پول میپرت و اینا این رفعت اخی من نمیفهمم بو خستی در سبشن مرا هر گپای بیزب گفتی در شلوم کدی لیچ دادم مثال نویستی مرا هر گپای بیزب گفتی من به خدا ای گپای شما خفه نیستم ای کارای شما میکنین مثال این ای کارا مرا مثال وای میکنه دا بسپاکوید میکنه برای کی من شما با حجاب بگیم خانه خدا میرین میین از نامی بگیم دین اسلام بگیم وای میکنید در سوء استفاده وری میکنید میرین مثلا صورت میگیرین میین اینجا بام کارهای پیشینتون رو دوام میتین این دیگه جونا میزیبا خیلی این مردم خودتون با کامنتر بنویسین نسبت چی گفتن اصلا که به دشنام نکنیم من دشنام نمیکنم میگم دارم من لازم میبینم دشنام کنم فقط میخوامش به خوبی باشه نه که پرای سروایرون میگم که بیزه میگه که بخوی نخوی الله هیچ کنه برادر عزیز هممون خدای مهربون هدایت کنه سلام علیکم